دوستان سلام. پس از اینکه یونجه ها رو خوردن ما ذرت میریزیم. توپال علوفه ذرت. پس از اینکه کاها ریخته شد یونجه ها رو برای گوساله ها میریزم. یونجه خیلی مقویه برای گوساله ها و گاو ها. و آخرین مرحله کنسانتره رو به غذای گوساله ها اضافه میکنیم. کنسانتره یکی از غذاهای پایه گوساله هاست که حتما باید در برنامه غذایشون باشه. این گوساله ها در این سن از 8 تا 10 کیلو در روز کنسانتره مصرف میکنن و این گوساله ها در روز 3 بار تغذیه میشن، صبح، ظهر و شب. معمولا هر 8 ساعت اگه اینا تغذیه بشن بازدهی خوبی خواهند داشت. انشالله که موفق باشید. لایک یادتون نره.